استاد در سوره بقره آیت 187 در مبینش آمده است که بخورید و بیاشامید تا آنکه برای شما رشته سفید از رشته سیاه روشن شود. بله. استاد در میرا شرح میدادید برای آنکه تقویم هایی که امروز آمده است تا وقتی صبح دمیدن قریب در بعض جاها 1 ساعت 2 ساعت فرق میکند و وابسته به همین آیت در صحیح بخاری حدیث را دیدیم که یک صحابه دو رشته را در ذهن بالین خود میموند و عمل خود را فردا به رسول الله مراجعت میکند صلی الله علیه و و همچنین حدیث بعدی که در این مورد آمده است نماز رسول الله را یکی از صحابه گفتند که بعد سحری خوری مقدار 50 آیت قرائت کردن است. استاد در این باره سر میداده. ولی این مسئله ها رو ما در شرح عمدة الاحکام شرح دادگی هستیم، تقریبا 5 دقیقه 10 دقیقه، بسیار نیست. عمدة الاحکام شرحش گرید کتاب روزه و بین اذان و بین سحری پیامبر صلی الله علیه و سلم قدری 50 آیت بود، حتی به دقیقه ها. یعنی بعضی علما حساب کردیم، ما به دقیقه ها هم در آنجا بیان کردیم. اما مسئله حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، الله تعالی گفت که شما روزه را دارید تا اینکه رشته سیاه از رشته سفید فرق کند. اینا خیلی حاضر مردم کم اهمیت میدهند، ولی در زمانه هایی که ساعت نبود مردم با خاص در بین مردم بودن شخصیت هایی که متخصص در فهمیدن وقت بودن. نه همه آدم ها میفهمید، لیکن اکثر آدم ها در اون وقت ها میفهمید. وقتی که به طرف افق، به طرف مشرق نگاه میکنید، یک رشته پیدا میشد، رشته سفید. همون رشته سفید آهسته آهسته وسیع میشد، وسیع شده، سفید شده، آمده میگرد. یعنی که بعد از آن آفتاب میبراید، بعد زردی میبراید و سرخی میبراید و زردی میبراید و روشنی میبراید. پیش از این یا رشته سفید مانند رشته سفید صبح میدمد، صبح میدمد. انا همون رشته مراد شریعت از رشته سفید نه به بر بلکه به درازی. اون به برش صبح کاذب است، صبح دروغ است. اول یک رشته پیدا میشد به بر سفیدی، لیکن وای دروغ است، با از بین میرود. یعنی صبح صادق میگن، صبح درست، صبح راست، صبح دروغ نه. اینش به درازیش میشد. رشته سفید در طرف مشرق دیده میشد و همون وسیع شده میبیاد. همون که پیدا شد صبح دمید. صبح دمید یعنی روزدار باید از خوردن باز ایستد و از آن گفته شود.